سلام میگویم بینندگان عزیز، شالوگل خوجا هستم در خدمت شما و برنامه خبری تقدیم شما میشود. نخست میبینیم که در برنامه امروز چی داریم. سال گذشته در راههای تاجیکستان صدها نفر از صدمه‌های نقلیاتی جان باختند. آیا شدید نمودن مجازات آنها را کم خواهد کرد؟ قرض گرفتند و به غلامی افتادند. شبکه تلویزیونی لاتویا خبر داد که مقامات گروهی از مهاجران تاجیک را از غلامی آزاد نمودند. و ریجه تغییر نکرده است اما مشتریان کمتر میآیند. شهرداری دوشنبه دستور داد که آشخانه و قهوه‌خانه ها در ماه رمضان کار کنند. ما به افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان میتوانند در دوام روز به طرفخانه ما بیایند. امروز در دوشنبه در دایره هفته خاص بخطری در راه و نقلیات از افزایش صدمه‌های مرگباری نقلیاتی در تاجیکستان نگرانی شد. به تاکید شرکت کنندگان، رعایت نکردن قاعده‌های راه همساله جان صدها نفر را از بین میبرد. شادمان یتیم و زرانگیزی نوروزشاه میگویند پیشنهاد هم صدا داد که مجازات برای قاعده ویرانکنی شدیدتر شود. یک وکیل پارلمانی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای کم کردن حالت‌های قاعده ویرانکنی در راه و صدمه‌های مرگبار حجم جریمه برای راننده‌ها بالا برده شود. جمشید مرتضی‌زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان باور دارد با وارد کردن تغییرات به قانونگذاری و بالا بردن اندازه جریمه‌ها وضع در این سمت تغییر می‌یابد. تو لندن ببینید که راهشون بینیاد راههای مثلا میده هستند، لیکن در آنجا مثلا پروبکا نیست. امروز از نصیحت‌ها ما باید علاقه به کار عملی گذاریم و بنابر همین اگر در کدکس مرافعه جنایتی با تشبوس وزارت کارهای داخلی که امروز در این باره گپ زدن، اگر تشبوس نشون دهند که جریمه ها در نتیجه نبستن تسمه بخطری، نداشتن مثلا کریسلوی مثلا برای کودک، اینها نیز زیاد کرده شدند و فکر میکنم که به منفعت کار است. تاجیکستان در 2 سال پیش جریمه برای بعضی قاعده ویرانکنی ها در راه و نقلیات را بالا برد. مسئولین میگویند بعد از شدید کردن جزا شمار آنهایی که سرخوش سری چنبر ماشین می نشستند کم شده است. به گفته مسئولین وزارت کارهای داخلی قریب اکثر صدمه های نقلیاتی با عیب پیاده‌گردان رخ می‌دهند. سبب اساسی 40% صدمه با عیب پیاده‌گردان جوی معین شده است. چراغ راهنما هست. همین 5 قدم 10 قدم زیادتر مونده قاعده گذاشتن. چون وقتی که راننده های میکند و امید دارد که پیاده‌گر در جای معین کرده میگذارد. نه خاص می‌دارد و چون جایی که علامت پیاده راه است راننده خواهد نخواهد صورت حرکت پس. پیشنهاد بالا بردن حجم جریمه ها در کشور در حالی است که اکثر راننده ها از حجم جریمه های کنونی راضی نیستند و بر این باورند که بالا بردن حجم جریمه هم راهی حل نیست. بسیار آدم‌ها همین جمعه بیان میستن اکم میگن همون زنک ما ممکنه ماشین مایده دست چپ دست راست ممکنه رفتن میگن چه خیلی کراوره چه گرفتگی همون زنک نمیدونه خیلی جوش میبید که همون سرخ گذاشتن نمیخوای یا که پلاسا را زیر کردن نمیخوای مجبورت میکنن نمیره خیلی راننده ها یوشن یعنی خیالات هم هست یک کمیش نه بسیار یاخه اینا رفته این پلاسا خودم خاطر رفته استم آخرین خیلی وای میکنه خفاش داتش توغره میکنه خیلی مجبوری ترمز کنی یا که پلاسا را زیر کنی خیلی یک زمانه همیشه. تقریبا در 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه‌های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و 2300 تن دیگر مجروح شدند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. روز سه‌شنبه 2 خبرنگاری ریترز از زندان میانمار رها شده با اهل عائله‌هایشان واخوردند. این 2 نفر در ماه دکبر سال 2017 هم بعد نشر گزارش‌ها درباره تعقیب مسلمانان روهینجا از سوی رژیم میانمار حبس شده بودند. سردبیر خبرگزاری ریترز استیون ادلر گفت که از شنیدن خبر رهایی خبرنگارانش خیلی خوشحال است. به قول نامبرده خبرنگاران ریترز در سراسر عالم به رمز مبارزه برای آزادی بیان تبدیل یافتند. ادامه موضوع از اسکندری خوجا میرزاده. 7 می 2 خبرنگار رویترز از محبس میانمار رها شدند. ماه سپتامبر گذشته دادگاه میانمار آنها را با افشا نمودن سری دولتی مجرم دانست.
خبرنگاران و لاون 33 ساله و کیا سائوی 29 ساله به مدت 7 سال از آزادی محروم شدند. روز سه‌شنبه بعد بیش از 500 روز حبس آنها از زندان کنار شهر ینگون بیرون گشتند. 2 نفر در احاطه خبرنگاران و هواداران ابراز داشتند که از جامعه جهانی برای تلاش در رهاییشان منت دارند. در داخل محبس و سراسر دنیا مردم زیاد رهایی ما را تمنا کردند. میخواهم به شما ابراز سپاس کنم. خیلی خوشحالم که در کنار عائله و دوستان هستم و بی‌صبرانه منتظر بازگشت به جای کارم می باشم. زمان حبس خبرنگاران رویترز درباره کشتار دسته‌جمعی 10 نماینده قوم مسلمان روهینجا در منطقه جنگ زده رخین گزارش تهیه می‌کردند. در اوج این بحران ارتش میانمار نزدیک به 740,000 نماینده اقلیت روهینجا را مجبور کرد از میانمار به بنگلادش فرار کنند. در دوام یک ماه گذشته پرزیدنت میانمار وین مینت هزارها محبوس را عفو کرد. در میانمار عنعنه است که در عرفه سال نو این کشور که 17 اپریل آغاز می‌یابد محبوسان عفو شوند. خبرنگاری رویترز تاکید می‌کند که خبرنگارانش به هیچ جرم دست نزدند و بارها دعوت کرده بود که آنها فوراً آزاد شوند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس النوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. طور دائم یادآور میشویم در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را از شما خواهیم پرسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. اخیراً تلویزیون لاتویا اعلام کرد که گروهی از مهاجران توجیک رو در این کشور از بند غلامی رها کردند. از حال شهروندان توجیکستان مقامات حفظ مهنت در لاتویا با کمک چند سازمان حقوق انسان آگاه شدند و تلاش دارند که از حق آنها دفاع نمایند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود. حالا او با ما در استودیو است و آماده صحبت. عبدالله سلام. خب این مهاجران چگونه به اروپا رفتند و هدف از سفرشان چی بوده است؟ سلام شهلا. این گروه مهاجران را که 25 نفرند شرکت لاتویایی تویدس تیر ماه سال 2018 به کار دعوت کرده است. بر اساس شرطنامه آنها با وصل و نصب بطاری‌های آفتابی باید مشغول می شدند و ماه 926 یورو معاش می گرفتند. نیمه ماه نوامبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام 1.5 ماه خویشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. به هلند هم فرستادند، اما کارفرمای هلندی که از کار مهاجران تاجیک قانع نشد آنها را به لاتویا بازگردانیده است. به همین منوال مهاجران کاری تاجیک 6 ماه باز بدون معاش در لاتویا هستند. عجیب است که جانب کردینده چی میگه؟ چرا مهاجران تاجیک رو در نیمه راه گذاشتند؟ شالا مسئولان شرکت تویدس و یک نفر میانروی تاجیک ادعاهای مهاجران را رد میکند و میگوید آنها را در نیمه راه نگذاشتند، ولی مهاجران را به تنبلی و تنگ نظری عیبدار میکنند. اکرم خان عثمان خانوف، یک تاجیک تبار مقیم لاتویا که میان شرکت و مهاجران میانروی میکند، میگوید بر زمین خویشچینی به مهاجران کاری دیگر پیشنهاد کار شد، اما آنها قبول نکردند. خب این چه کار بوده است مهاجران رد کردند؟ با گفته عثمان خانوف کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را نیز پیشنهاد کرد، ولی مهاجران تاجیک گفتند در کارخانه عرق کار نمی کنند چون که این حرام است. با این پاسخ مهاجران عثمان خانوف میگوید کار نکرده مزد معاش طلب کردن مهاجران مگر حلال است؟ خب ظاهرا اصل ماجرا معلوم شد. عبدالله، اکنون تقدیر این مهاجران چی می شود و آیا یگان راه برون رفت از این ماجرا هست؟ چون با گذشت 6 ماه مسئولان تویدس طبق شرطنامه کار نمی‌یابند، به مهاجران پیشنهاد کردند که به تاجیکستان بازگردند. با آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را باز دعوت میکنند، اما مهاجران کاری تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانرو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گری را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کاری تاجیک از نقض شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعت کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است.
با کمک این سازمان مهلت اقامت مهاجران کاری تاجیکی تا 23 اپریل به انجام می رسید 1 ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاش 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کار دیگر یابند، چون مهاجران میگویند برای به لاتویا رسانیدن خود و تهیه سندها هر کدام بیش از $2000 قرض گرفتند و نمیتوانند با دست خالی به وطن برگردند. فهمو تشکر عبدالله. خوب منتظر میشویم که این قضیه چه رنگ میگیرد. ساکنان چند دهه در نویه جلالدین بلخی ولایت ختلان گفتند مقامات به خاطر پر کردن نقشه دعوت بهاری به ارتش به در چند مسجد مهر زدند. آنها میگویند شب 5 می نماز تراویح را در خانه یکی از همسایه ها خواندند. قائم‌الدین زین‌الدینوف امام خطیب مسجد دهه پوشکین گفت در این مسجدها را گشودند ولی تفصیلات نداد. رئیس جماعت نواباد سید مراد کمالزاده به رادیو آزادی گفت در واقع چنین نیت داشتند از بس که نقشه دعوت 98% اجرا شد به بستن در این مسجدها اقدام نکردند. ساکنان این نویه عکسی را فرستادند که بر اساس آن روز 24 اپریل امسال به در یک مسجد مهر زده شده است و یک دلیلش دعوت جوانان به خدمت سربازی است. ضمناً چند روز پیش همین گونه شکایت از ساکنان نویه نورآباد نیز رسیده بود، هرچند در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی مقامات محلی آن را تصدیق نکردند. برمیگردیم به دوشنبه. شهرداری دوشنبه در روز اول ماه رمضان دستور داد که آشخانه و طربخانه های پایتخت باید در این ماه از ساعت 11 روز در خدمت میزبان باشند. در صورت رعایت نشدن این طلبات علیه مالکان این مایسته ها چاراندیشی می شود. ماه شریف رمضان امسال در تاجیکستان 6 می فرا رسید. حالا طول روز که شخص روزدار از خوردن و آشامیدن دور می‌جوید 17 ساعت را در بر می‌گیرد. در این ماه همچنین مسلمانان کشور پول زکات و صدقه فطر را می‌پردازند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه. مبلغ زکات یکی از 5 رکن دینی مبین اسلام همساله از جانب مرکز اسلامی تاجیکستان معین می‌شود. در بعضی دولت‌ها وابسته به دارایی سرشمار چاروا و یا ذخیره گندم در تاجیکستان باشد از روی قیمت بازاری 85 گرم طلا حساب می شود. به همین ترتیب امسال زکات را در تاجیکستان آنهای پرداخت خواهند کرد که در حسابشان $2100 پسنداز دارند. یعنی به اصطلاح امروزه بگیم 2.5% بعد گذشت یک سال نفری که 20,000 سومانی داشته باشد و بالای او یک سال گذشت کرده باشد بعد از یک سال 500 سومانی باید از حساب دارایی خود زکات پرداخت کنند. یعنی معنای زکات پاکیزه کردنی مال و اموالی که دارد و حق فقرا است که باید جدا کرده شود. در شورای علما میگویند نصاب زکات بر راستقولی هر یک فرد مسلمان وابسته است و هیچ نهاد پسنداز آنها را حساب نمی کند. هر نفری که به خدا اعتقاد دارد زکات را در دلخواه مسجد می سپارد و یا این مبلغ را به افراد نادار و نیازمند تقسیم می کند. البته خود معلوم است که دین مبین اسلام دینی سازگار به فطرت انسان است، یعنی به خلقت انسان. هر عبادتی که خداوند جل و علا بالا انسان مطرح کرده است بیرون از توان انسان نیست، یعنی به قدر قوت و توانایی انسان است و افرادی که حق روزه گرفتن ندارند و الله سبحانه و تعالی و این چنین در احادیث نبوی و در کتاب‌های فقه معین شده است، خصوصا بیمارانی که درمان ناپذیر هستند، یعنی بیماری‌هایی که امید بهبودی ندارند، آنها بهبود نمیشوند. همچنین در مرکز اسلامی صدقه فطر را نیز برای آنهایی که روزه نمیگیرند $32 تعیین کردند. آغاز ماه رمضان معمولا ریجه و ترتیب زندگی تاجیکان را دیگر میکند. خودداری از استعمال غذا در دوام روز به فعالیت طربخانه و قهوه‌خانه و آشخانه ها تأثیر میگذارد. بسیاری ها روزانه به درشان قلف میزنند. بعضی ها به هنگام روزه نامگوی غذاهای خود را کم میکنند و اما برای افطار همه روزه خوراک‌های مخصوص را با مبلغ معین پیشنهاد می نمایند. ما با افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرفخانه ما بیایند. برای هر یک نفر منیو الکی ترتیب داده شده است. نرخ‌ها معین و دسترسند. بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشید.